به نام خدا. درسی که امروز قراره یاد بگیریم ادامه آموزش آخرین جلسه از فصل 5 کتاب ریاضی 8. فایل ویدئویی قسمت اول این جلسه رو توی کانال قرار دادیم و قبل از مشاهده این ویدئو لازمه که ابتدا اون رو دیده باشید. صفحه 80 کار در کلاس میگه که اگر دوتا بردار A و B رو به ما داده به شکل بردار واحد، همین اول کار میایم اینا رو تبدیل میکنیم به شکل مختصاتیشون، یعنی A میشه مثبت 3 و منفی 2 و B هم میشه مثبت 2 مثبت 1. این B مثبت 2 مثبت 1، این هم A. بعد گفته که مختصات بردار X و Y رو به دست بیارید. X چیه؟ 5A به علاوه 3B. 5 به جای A میذاریم مثبت 3 و منفی 2 به علاوه 3 به جای B هم میذاریم 2 1. و ضربا رو باید انجام بدیم. این یکی 5 باید ضرب بشه توی تک تک اون عدد و 5 تو مثبت 3 میشه مثبت 15، 5 تو منفی 2 میشه منفی 10 و بعدی 3 ضرب داره مثبت 2 میشه مثبت 6، 3 ضرب داره یکم میشه 3 و اینا باید با هم دیگه جمع میشن، بالا یا با هم جمع میشن، پایینی ها با هم دیگه. مثبت 15 و مثبت 6 میشه مثبت 21، منفی 10 مثبت 3 میشه منفی 7 و دومی ایگرگ منفی 3 در A بود 3 و منفی 2 مثبت 4 در B هم بودش 2 مثبت 1. این هم مثل قبلی ضریب و ضرب میکنیم توی بردار. بالایی منفی 3 در مثبت 3 میشه منفی 9، منفی 3 در منفی 2 میشه مثبت 6 به علاوه 4 ضرب در 2 مثبت 8، 4 ضرب در مثبت 1 مثبت 4. بالایی اگه با هم جمع شن منفی 9 با مثبت 8 میشه منفی 1، پایینی هم مثبت 6 و مثبت 4 مثبت 10. تمرین سوالی کش میگه که طرف دیگر تساوی‌ها رو بنویس. کاری که تو این سوال انجام میدیم اینه که مختصات برداری رو تبدیل میکنیم به شکل واحد و واحد رو تبدیل میکنیم به بردار. 3 و 7 یعنی 3A به علاوه 7J. این منفی 2 میره بالا، مثبت 5 میاد پایین، مثبت 3 میره بالا، منفی 2 میاد پایین. بردار دی میشه منفی 2I منهای 4J. بردار ای منفی 5I دیگه، چون صفره J رو نمیذاریم، 0J میتونیم ننویسیمش. و آخری هم منفی 2J منفی 2 میاد پایین و چون I نداره یعنی 0. سوال 2 گفته که 2 محور عمود بر هم رسم کنید و بردارهای واحد مختصات روی آنها مشخص کنید. آنگاه بردارهای زیر رو روی آن دستگاه مختصات رسم کنید و هر بردار رو بر حسب بردارهای واحد آی و جی بنویسید. اینو خودتون یه محور مختصات بکشید مثل این تو دفترتون، این بردارها رو رسم کنید، فقط ما به شکل واحدش رو میگیم که این میشه 2I به علاوه J. بردار B میشه منفی 2I به علاوه 3J. بردار C میشه 5I منهای J و بردار D هم میشه منفی 6I منهای 4J. این که میگه بردارهای واحد مختصات رو محور نشون بدید، یعنی به این صورت محوری که میکشید این سبزا روش باشه، بردار آی و جی اینطور روش مشخص کنید، بعد اون برداری که سوال داده رو رسم کنید. سوال 3 گفته که با توجه به شکل زیر مختصات بردار C رو با 2 روش زیر پیدا کنید. میگه که اول رو محور بیایید A و 3 دیگه، A و 3 برابر کنید، 1 2 3. B رو هم 2 برابر کنید، 1 2. تقریبا میشه تا اینجا و بعد رو محور
جمعش رو بنویسید یا اینکه بیاید و به شکل مختصاتی محاسبش کنید. خب اول به روش دوم حساب کنیم 3a. خب اول مختصات a رو به دست بیاریم چیه؟ خب چون 2 واحد رفته به سمت چپ پس -2 میره بالا و چون 1 واحد اومده پایین میشه -2 -1 و b هم میشه 3 تا به سمت راست رفته پس -3 و 1 دونه اومده پایین -1. A بود -2 -1 B هم بود -3 و -1. خب اینو حساب کنیم ببینیم چی میشه. 3 ضرب در -2 میشه -6. 3 ضرب در -1 میشه -3. 2 ضرب در -3 -6. 2 ضرب در -1 -2. کاری که انجام میدیم اینه که مختصات A رو نوشتیم -2 و -1 بود، مختصات B هم نوشتیم -3 و -1 بود و طبق سوال اومدیم و ضربا رو انجام دادیم. یعنی 3 چون گفته بود 3A 3 رو ضربش کردیم تو A، چون گفته بود 2B 2 رو ضربش کردیم تو B و خب این بالایش میشه 0 چون -6 و -6 میشه 0 و پایینیاش هم -3 و -2 میشه -5. پس بردار جمعشون باید بشه 0 و -5. 1 2 3 4 5. این بردار 3 به علاوه 2 که میشه 0 و -5. و گفته که کدام روش برای رایانه شدن مناسب است. خب این روش پایینی دقیق تره دیگه، دقیقاً عددا رو به ما میده. ولی اگه می‌خواستیم طبق روش اول بریم، خب رو محور بیایم اینو 3 برابر کنیم اینو 2 برابر، این جمعی که به ما میده خیلی دقیق نمیتونه باشه. این میشه 2b اونم 3b بود، این متوازی الاضلاعش و اینم همون جمع 2 تا بردار 3 به علاوه 2. گفتیم روش دوم بهتره چون که دقیق تره. اما سوال 4 گفته که با توجه به علامت طول و عرض بردار شکل تقریبی اونو مانند نمونه رسم کنید. خب اینو بهتره که با مثال حل کنیم. اولی خودش گفته، دومی میگه طولش منفی باشه عرضش مثبت، مثلا -1 -1. خب این رو محور چجوریه؟ خب اگه فرض کنیم این یه محور مختصات باشه، یه محور مختصات -1 و -1 یعنی این که یه واحد به سمت چپ یه واحد به سمت بالا. خب میشه تقریبا این بردار دیگه، پس اینو میکشیم اینجا. دومی میگه مثبت، اولی مثبت باشه دومی منفی، یعنی همچین چیزی. خب اگه ایکسش مثبت باشه یعنی بره به سمت راست، ایگرگش بیاد پایین. خب میشه این بردار دیگه، به سمت راست و به سمت پایین. و آخری هم به سمت چپ این منفی و به سمت پایین. خب برآیند اینا میشه تقریبا یه همچین چیزی دیگه اینو نمیکشیم به شکل. اگر هم بخوایم بکشیم اینطوری میشه، این دوتا بردارش، اینا هم برآیندش. و سوال 5 گفته که معادله حل کنید. 2x منهای j مساوی با 2a منهای b. خب تمام اون i و j ها باید تبدیل بشه به بردار. پس می نویسیم 2x منهای این منهای j در اصل یعنی این. اینجا i نداره پس iش مؤلف بالاش 0 و چون منفی j اینجا میذاریم یه دونه منفیش. این از سمت چپ تساوی 2x خودشه، منفی j هم تبدیلش کردیم به 0 و -1. اون ور تساوی 2a منهای b رو باید تبدیل به بردار کنیم. خب 2a منهای b a هستش، خب a هم تبدیلش کنیم به بردار 2a منهای 3j یعنی 2 و -3. خب گفته 2a پس می نویسیم 2 در مثبت 2 -3 منهای b هم هستش -1 و 2. خب بالای منهای هم دیگه میشه پایینی منهای هم دیگه. 2 ضرب در مثبت 2 میشه -4 منهای -1.
2 ضرب در منفی 3 میشه منفی 6 منهای 2. این منفی 6 منهای اون 2 که خب اینا اگه ساده کنیم بالاش میشه مثبت 4 مثبت 1 مثبت 5، پایینش هم میشه منفی 6 منهای 2 منفی 8. پس سمت راست تساوی شد مثبت 5 منهای 8. و خب معادله رو حل میکنیم. 2x این ور میمونه، این میره اون طرف و علامتش هم عوض میشه. مثبت 5 منهای 8، این 0 و منفی 1 میره اون ور منفی میشه، منهای 0 منهای منفی 1. یا اگه بخوایم کاملش رو بنویسیم منهای 0 و منفی 1 مثبت بود رفت اون ور شدش منفی، مساوی بالایی ها منهای همدیگه پایینی ها منهای همدیگه. منفی 8 منهای منفی 1 میشه همون منفی 8 به علاوه 1. خب بالا میشه مثبت 5 پایین هم میشه منفی 7. 2x شده این 2x شده مثبت 5 منهای 7. برای اینکه x از این بدون x بمونه تقسیم به 2 میکنیم، اون هم تقسیم به 2 میشه. پس x میشه مثبت 5 دوم منفی 7 دوم. و اگر هم بخوایم به صورت واحد بنویسیمش میتونیم بگیم مثبت 5 دوم i منهای 7 دوم j. سوال 6 گفته که یک ربات، خب گفته که یه ربات 3 تا حرکت انجام داده. گفته با این 3 تا حرکت الگوش رو پیدا کنید و بگید که تو حرکت پنجم به کدوم نقطه میرسه. خب حرکت اولش مثبت 1 و مثبت 1 بوده، یعنی یه واحد به راست یه واحد بالا. حرکت دومش اینا رو اینطوری بنویسیم. این حرکت اول. حرکت دوم چیه؟ 1 2 3 تا راست 1 2 3 تا بالا. مثبت 3 مثبت 3. حرکت سومش چطوریه؟ اون حرکت بزرگه 1 2 3 4 5 6 تا به سمت راست 1 2 3 4 5 6 تا به سمت بالا. خب همونطوری که میبینید این به علاوه 2 شده، 1 شده 3 3 به علاوه 3 شده، حرکت چهارمش باید به علاوه 4 بشه، مثبت 10 و مثبت 10 و حرکت پنجمش هم این به علاوه 5 میشه، این مثبت 15 مثبت 15. پس تو حرکت پنجمش انتهای مسیرش مثبت 15 و مثبت 15. سوال 7 گفته که حمیده با خود فکر میکرد که اگر چند بردار با هم جمع شوند بردار حاصل جمع از همه آنها بزرگتر است. آیا او درست فکر کرده است؟ خب مثالش رو همین سوال 8. شما این 3 تا بردار رو در نظر بگیرید، فقط همین 3 تا، اون پایینیاش نه. خب برآیند این 3 تا چی میشه؟ برآیند این 3 تا میشه این دیگه، در حالی که میبینیم این برداره از این یکی بردار کوچیک‌تره، بردار آبیه از اون بردار بالایی کوچیک‌تره، پس لزوماً بردار برآیند از تک تک بردارها بزرگتر نیستش. این هم توضیحش. سوالش گفته که در صفحه شطرنج زیر یک خودرو با نقطه A مشخص شده است. این خودرو مسیری رو طی کرده است تا به نقطه B برسه. در کل به اندازه چند واحد حرکت کرده؟ خب 1 2 3 4 5 6 تا اینجا رفته، یا اینجا باید با هم دیگه جمعش کنیم، مثبت 6. دو واحد اینجا حرکت کرده، 2 واحد اینجا. نگفته جمع بنویسید، برای همین اینو نباید بگیم منفی 2. گفته چند قدم، انگار میگه چند قدم، یه شخصی چند قدم حرکت کرده. خب 6 قدم اینجا راه رفته، 2 قدم اینجا راه رفته، 2 قدم اینجا، اینطوری باید با هم دیگه جمعش کنیم. 1 2 3 4 واحد اینجا. در اصل این جواب بالاییه. 2 واحد اینجا حرکت کرده، یه واحد اومده پایین، 1 2 3 4 5 6 تا اینجا و در نهایت هم 1 2 3 4 5 تا به سمت بالا. خب مثبت 6 و مثبت 2 میشه 8، 8 با 2 میشه 10، 10 و 4 14، 14 و 2 16، 16 و 1 17، 17 و 6 23 و 23 و 5 هم 25.
8 جمعاً 28 واحد. اما گفته خودرو از نقطه A به B در راستای عمودی چند واحد جابجا شده. A اینجاست، یعنی میگه بگید بردار برآیند چیه؟ خب بردار برآیند اینه دیگه، 2 واحد به سمت پایین. خب به اتمام رسید حل تمرینات و آموزش صفحه 80 و 81. اینجا فصل 5 کتاب به پایان میرسه و مطالب بیشتر میتونید تو کانال ریاضی 8 مشاهده کنید. در ویدیو بعدی شروع خواهیم کرد تدریس فصل 6 کتاب رو. موفق و پیروز باشید.